سلام خدمت همه دوستان. محل مناسب اجاق گاز توی آشپزخونه کجاست؟ 1. نباید نزدیک یخچال باشه. یه فاصله حداقل 1 متری بین یخچال و اجاق گاز باید وجود داشته باشه که حرارت اجاق گاز باعث خراب شدن یخچال نشه. 2. زیر یا نزدیک پنجره نباید باشه و اگه کنار پنجره قرار گرفته اون پنجره نباید باز شده داشته باشه که جریان هوا باعث خاموش شدن گاز نشه. 3. نزدیک سینک باید قرار بگیره که اگه ما ظرف کثیفی داشتیم به راحتی بتونیم به سینک انتقال بدیم. 4. باید جوری طراحی بشه آشپزخونمون و اجاق گاز باید در محلی قرار بگیره که امکان جانمایی هود بالای گازمون وجود داشته باشه. و 5. حتما باید سعی کنیم مثلث کار داخل آشپزخونه درست اجرا بشه، یعنی قرار گرفتن مناسب سینک، یخچال و گاز. و اگه این روابط رو درست رعایت کنیم، یه آشپزخونه خوب داریم. ممنون از همراهیتون.